خب سلام دوستان، علیرضا. پیرو استوریایی که براتون گذاشتم بابت خرید طلا و دلار. دوستان ببینید، ما میگیم دلار و طلا خوبه برای اینکه مالمون رو در برابر تورم حفظ میکنه و باعث از بین رفتنش نمیشه، ولی باعث سودتون هم نمیشه، صرفا باعث میشه که شما همپای تورم برید جلو. خب برای سود باید چی کار بکنید؟ شما برای اینکه بخواید سود بکنید قطعا باید یک مقدار ریسک بکنید. باید پولتون رو ببرین تو بازار بورس سرمایه گذاری بکنین، باید پولتون رو ببرین تو بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری بکنین تا در قالب یک مقدار ریسک بیشتر سود بیشتری بهتون بده. همیشه بازار بورس توی اوج خودش که سودای خیلی خفنی داره خیلی چند برابر طلا و دلار سود داده. پس برای سود بیشتر دوستان حتما وارد اون بازارها بشین، ولی اگر میخواید صرفا حفظ مال بکنین وارد طلا و دلار بشین، اونم طلای آبشوره که کارمزد خاصی نداشته باشه.